میکنی اینقدر کاری بکن که همسر جذبت شه، بیاد به سمتت، بی‌طاقت شه. بعد میگه که خانوم نه من نمیشه، به ما از قدیم گفتن که زن مظهر ناز است مرد مظهر نیاز، خانوم باید ناز بکنه مرد باید ناز بکشه. بابا ول کن. پیامبر میفرماین خانم تو وظیفه داره خودتو عرضه کنه به شوهرت. نحوه عرضه چجوره؟ باز عین الفاظ حدیث رو دارن میگه. میفرماین باید لباسو از تن دریاری بری زیر لحاف همسرت، پوست تنتو به پوست تن همسرت بمالونی. آقا سوال، اگر همچه کاری کردید چه اتفاقی میافتد؟ اون مرد مگه مرد نباشه که شما این کارا رو بکنی کار به کارت نداشته باشه؟ واقعا مطلب. پس ببین چقدر ظریف اومده احادیث ما به این نکات تاکید کرده. باز حدیث داریم میفرماین لعن الله مصوفات، خدا لعنت کنه زن مصوفه رو. زن مصوفه کدوم زنه؟ زنی که میگه سوف الان میام شوهرش رفته تو تخت خواب میگه خانوم میگه باشه همین کارگاه خوب آخرش الان میام، خانوم باشه همین الان همین چارتی که ظرفو بشورم میام. تو دلش هم خانومه داره نظر و نیاز میکنه اگه این شب بخواب و بهم کار نباشه چه 14 تا صلوات میفرستم نمیدونم فلان کار میکنم. میفرماین لعن الله مصوفات، خدا لعنت کنه این زنا رو که اینجوری به تأخیر میندازن. حتی تغلب عینا النوم، که وقتی که این خانم مرده خوابش میگیره چشمشو خواب فرا میگیره، بعد خانم میره تو رخت خواب میگه الحمدلله امشب که به خیر گذشته فردا شبم خدا بزرگ. باز حدیث داریم خانم شما وظیفه داری تمکین کنی از همسرت. تمکین کردن این اطاعت فرمان برداری تو مسائل جنسی خصوصا خاصتا، حالا در مسائل غیر جنسیش هم همین هست. بعد میفرمایند که حتی اگر در سخت‌ترین شرایط باشه، سخت‌ترین شرایط رو کجا میاد تفسیر میکنه؟ میگه حتی اگر شوهر شما روی شتر از شما رابطه جنسی خواست. حالا من نمیدونم شتر چجوری میشه رابطه جنسی برقرار کنه، شما اگه فهمیدین به ما خبر بدید. اما واقعا مطلب یعنی میگه در سخت‌ترین شرایط. حالا خانم ما چیکار میکنن؟ میاد میگه خانم ما تو عقد خونه مادر شوهرم انقدر اصرار میکنه من خجالت میکشم جلوی مادر شوهرم برم حمام. خجالت چی؟ شما بابا حلال هم دیگه ای. فکر کردی مادر شوهر پدر شوهر نمیدونن شما دارید تو اتاق چه کارا میکنید، چه جنایتایی رو دارید میکنید؟ فکر کردی اونا میدونن شما مثلا با چادر نشستین دارین اینجوری با هم صحبت میکنین؟ آره نه بابا، اونا خودشون این جنایت‌ها رو کردن تو اتاق‌ها که شماها به بار اومدید. پس خجالت نکش، حیاتون مسئله نداشته باش، طیب همدیگه، طاهر همدیگه، حلال همدیگه، از قشنگ رابطه داشته باشه، کیف بکنید، بچه هم با همدیگه برید حمام. مثلا چه کار داریم؟ چی میخوام بگم؟ شوهر قبول نمیکنه، اون قبول نمیکنه، میشه یک سرپوشایی دوش گذاشتن. نمیگم دیگه خیلی افتضاح از اینجا پاشی باید تو اتاق خواب بوده برید تو حمام دنبال هم دیگه بکنید، نه به اون حدش. اما خب خیلی راهها وجود داره دیگه که بتونیم این دو هر دو تاشو تحت پوشش قرار بدیم. خب این از اهمیت و ضرورت رابطه جنسی. خانم من دکتر واتسون میگه که بسیاری از مشکلات زن و شوهرهای ما برمیگرده به عدم مدیریت جنسیشون. یعنی این مدیریت جنسی که ندارن مشکلات زناشویی به بار میاره. دکتر علی قائمی میگه که 80% مشکلات زن و شوهرها برمیگردد به اتاق خواب‌های خراب. پس یکم به خودتون بیایید، واقعا دقت کنید، چون اتاق خواب انقدر اهمیت داره که روابط دوستانه شما را هم تحت شعاع قرار میده. خب من امروز میخوام براتون خیلی مختصر فرایند جنسی مرد رو بگم. ببینیم مرد توی یک رابطه جنسی چه اتفاقی براش میفته. ببین خانم من 4 تا گام رو مرد طی میکنه. مرد در یک رابطه جنسی اول باید تحریک بشه، گام بعد تمایل پیدا کنه، گام سوم ارگاسم میرسه و گام 4 رکود پیدا میکنه. پس 4 تا مرحله رو باید طی کنه. مرحله اول چی بود؟ تحریک باید بشه. سوال، چجوری مردا رو تحریک میکنید؟ چجوری تحریکشون میکنید؟ اونایی که نمراتشون 20 بود کجا رفتن؟ بگن دیگه چجوری تحریک میکنید مرد؟ با دیدن مرد تحریک میشه. دیگه با چی تحریک میشه؟ با لمس کردن تحریک میشه. دیگه چیکار میکنید؟ این بریا میگن مرد ما نمیخواد تحریک کنیم، تحریک شده خدای هستن. ببینید مرد تحریک میشه از 4 تا حسش: بینایی،
بویایی، شنوایی، لامسه. از این 4 تا حس مرد تحریک میشه. 1 بینایی. خانم مرد میبیند و تحریک میشه. خیلی از دوستان امکان داره بگید چه حرفایی میزنیم، ما که اصلا ببینیم تحریک نمیشه. بله شما خانم ها از طریق دیدن فقط 12% تحریک میشن، اما آقایون از طریق دیدن 54%. یعنی چندین برابر خانم مرد از طریق دیدن تحریک میشه. توی روایت هم تاکید داریم این قضیه رو. یه آقای سوال میکنه از معصوم، میگه که من اگر خانومم رو رخ کنم بگم جلوم راه بره، آیا این از نظر شرعی مشکل داره؟ معصوم در جواب میفرمایند مگر لذتی بالاتر از این وجود دارد؟ یعنی توی مرد که با دیدن تحریک میشی باید ببینی و تحریک شی. خب حالا شما چشاتو ببند، فرض کن شوهر لخت شده داره جلوت راه میره، مردشو اصلا یه چیزی به گوش حالا برم زدی از این ور به اون ور، از این ور به اون ور، غیره اینه. برای تحریک زایی که نداره از خوشت هم شما نیاد خیلی. چرا؟ چون شما از طریق دیدن تحریک نمیشه، اون آقا که از طریق دیدن تحریکش زیاد میشه. خب حالا پس ببین چشم مرد خودت باید پر کنی. واقعا چیکار میکنی باید چشم مردتون که چشم مردتون از شما پر بشه، نبینه دیگه چیزی رو، فقط شما رو ببینه. خیلی کارا میشه کرد. خانم من نوع پوشش روزانه باید انقدر قشنگ باشه، انقدر شیک باشه. ما داریم تو چه جامعه‌ای زندگی میکنیم؟ جامعه‌ای که متاسفانه ویچت ها و بفرمایید بلوتوث ها و انقدر آگاهی ها در اختیار مردم قرار داده شده که چشم مردم رو دارن پر میکنن. اصلا من میگم اهل ماهواره نیست، اهل نمیدونم بلوتوث نیست، اهل ویچت و نمیدونم وایبر و هزار این چیزهایی که آگاهی میده به مردمون نیسته. تو این جامعه داره زندگی میکنه. درسته؟ متاسفانه بعضی خود چه ریسک و وضعی در جامعه حضور ظهور پیدا میکنن. مرد شما طیب طاهر پاک داره تو این جامعه زندگی میکنه یا نه؟ داره از صابون رد میشه، ناخودآگاه چشمش میفته بین یکی از این خانمایی که قرض و مرض دارن. خب مانتو پوشیده آنچنان تنگ که سینه‌هاش از این ور باسنش از اون ور زده بیرون، آرایش‌های آنچنانی، بود کلون‌های آنچنانی، موهای آنچنانی. مرد شما میبیند. آیا تحریک میشود یا نمیشود؟ متاسفانه میشه. متاسفانه میشه. نه این ماهوارهایی که انقدر راحت راه دادیم تو خونه هامون، اصلا فکر نکردیم چه عوارض داره. من تو مشاوره هم دارم میبینم چه بدبختیایی رو برای زوجین ما داره به بار میاره، چه مشکلات عظیمی. مرد شما نشسته اصلا اهل فیلمای سکس و سوپرش هم نیستش، داره از این کانال به اون کانال میکنه، ناخودآگاه یه صحنه میاد جلوش، این مرد میبیند. آیا تحریک میشود یا نمیشود؟ میشه، چون با دیدن تحریک میشه. حالا میدونید مشکل سر کجاست؟ اون خانومی که توی خونه نوع پوششش رو دقت نمی‌کنه. می‌بینید دیگه بعضی از خانم‌ها تو خونه پوشششون چجوریه؟ یکم از هنر خودتون بگید چجوری پوششاتونه؟ روی قرمه سبزی‌ها و نمیدونم پیاز داغ‌ها و اینا که به کنار. خانم می‌بینی یه بلوز گلگشا پوشیده که مامانش هم توش جا میشه. یک زیر شلواری راه پوشیده که معذرت می‌خوام یکم خشتکش پاره. وقتی هم که بهش میگیم دور هواخوریشه. یعنی که انقدر اینو پوشیدی که این بنده شده از همدیگه جدا میشه، گره میبنده یا با سنجاق قفلی بست میکنه. واقعا قباحت داره، واقعا قباحت داره. زن مسلمان باید انقدر شیک را بره، انقدر مدل به مدل، انقدر قشنگ بره همسرش بپوشه که کیف کنه همسرش. تازه این میشه پوشش روزانه. برای پوشش شبتون چیکار کرد؟ این همه لباس خواب‌ها و این همه شورت و سوتیان‌های مدل به مدل برای اینکه که من و شما بپوشیم چشم شوهرامون رو پر کنیم. چقدر میپوشید؟ لباس خواب داریم مدل مثلا پرستاری، یه بار بگیرین لباس خواب مدل پرستاری رو بپوش. قدم نازه نه خوشگله، به شوهرت بگو امشب میخوام پرستارت باشه. این چه حسی بهش دست میده؟ لباس خواب داریم مدل خلبانی، یه بار بگیر به شوهر بگو امشب بخوام بریم تو آسمون ها با هم پرواز کنیم، منم خلبانه باشم. مدل ملوانی بگیر بگو امشب بخوام بریم تو دریاها با هم سنات. چه کار میشه که از این کارو برای شوهرتون بکنید؟ تازه این میشه نوع پوششش. آرایش زیر شکم که میگن چیه؟ چیه آرایش زیر شکم؟ چه اینجوری من نگاه میکنین؟ آرایش زیر شکم چیه؟ دیگه تمیز کنیم خودمونو. یعنی اوج هنر خانم‌ها اینه که خودشونو تمیز کنن. قدیمی شد رفت. تمیز کردن مال 2 دهه پیش بودش. الان چیکار میکنی؟
الان مدل به مدل کوتاه کن. یعنی همون که میخوای تمیزگونه کوتاه کنی یه بار پرپوتوری کوتاه کن. میگم این اون قسمت بالاشو بزنی پایینش یک کپه کوچیک پرپوتوری اینجوری دیگه نام میزنی این قسمت یک کپه میذاره شما بالاشو بزن پایینش یک کپه کوچیک بذار بمونه میشه پرپوتوری. یه بار راستو بزن چپو نزن این بار چپو بزن راستو نزن این بار فشنش کن یه بار رنگش کن یه بار حناش کن یه بار این نگینه این هستی که میگیری به دست و بازو تا همه جا به کار به دندونت میزنی یه بار بگی زیر شکمت کار. شوهر از بالا که شروع میکنه به پایین میرسه میگه خانم امشب چه ول و ولی میزنی شما براق شد درخشنده شد ببین چقدر تاثیر داره. یه بار تابلوهای حرم هندی رو بگیر زیر شکمت خودت کار کن. این تک و موقتی که خودت میتونی بزنی خودت پاکش بکنی برطرفش بکنی یه بار از ما بگیر زیر شکمت کار کن کشاله های رانت کار کن. از نظر روانی واقعا رو شوهر تاثیر میذاره ها. وقتی شوهر ببینه تو داری همه جوره همه تلاشتو میکنی برای اینکه شوهر لذت ببره ازت کیف بکنه میدونه چقدر تاثیر میذاره روش. میدونه دیگه این مرد داره واقعا همه جوره داخل خونه سیر میشه دیگه به پتفوت‌های بیرونی که قبلا گفتیم کشیده نمیشه. پس تا واقعا به این قضیه کار کن و تاثیراتش رو هم ببین. پس چشم شوهر تو خودت پر کن خانم من. مرد تحریک میشود از طریق بینایی. حس بعدی شنوایی. مرد میشنوه و تحریک میشه. یعنی چی؟ یعنی نوع صدای شما، نوع عشرت، نوع نازت، نوع کرشمت مرد تاثیر داره. استفاده کن. این که تو روایات ما داره تاکید میکنه خانم میخوای با مرد نامحرم صحبت کنی صداتو نکش. کشیده صحبت نکن با عشق و ناز و کرشمه صحبت نکن. تو کردی دلیلش چیه؟ برای چه اومدن همچه حکم رو دادن؟ چون من رو تحریک میکنه مسلمه برای من تحریک زایی داره. خب چرا از این قاعده برای شوهرت استفاده نمی کنی؟ واقعا تاثیر گذاره. باور نداری؟ آقا تمرین دیگه کلاس باید تمرین داشته باشه. الان رفتی بیرون از کلاس شوهرتو منتظرتونه. خب برو به شوهرت بگو عزیزم قربونت برم قربون اون قد و بالات بیچاره فکر کنم ذوق‌مرگ بشه اینجوری بهش بگی قربون اون قد و بالات بشم نازتو برم کلاس چجوری بود خوب بود خوش گذشت. اونم میگه خانومم عزیزم بیا بریم تو هتل تا بهت نشون بدم کلاس چجوری. واقعا تاثیر کلامه دیگه. عشق و ناز تاثیر میذاره دل میبره. دل ببر از همسرت دلبر باش. اینقدر ناز بیار برای همسرت اینقدر عشق و ناز داشته باش که واقعا دلبری کنی از همسرت. توی رفتار شبانت هم بعضی چیزا دقت کن خانم. چند تا نکته مهم بهت بگم. یک، آقایون در رفتار شبانه دوست دارن خانماشون حرف سکس بزنن. حرفای سکس چیه؟ حرف بی‌ادبی. حرف بی‌ادبی، حرف بی‌تربیتی دیگه واضح دارم میگم. خیلی روی این کلمات کار کن. تو رفتار شبانه ازش استفاده کن وقتی داری رابطه جنسی برقرار میکنی و واقعا هم دقت داشته باش تو اون محدوده خاص رابطه جنسی و در اتاق خوابی کلام رو به کار ببری. نه اینکه هر جایی یا هر دمی مثلا الان دو نفری داریم میریم با هم دیگه حرم بعد اینکه خب حالا بذار تمرین کنم یک دفعه که برمیگرده به شوهرش میگه فلان چشه این مشکل داره مسئله داره. واقعا زشته دیگه. لودگیه بی‌حیاییه. حرف سکس و سوپر خیلی میتونه در تحریک آقایون تاثیرگذار باشه اما در جایگاه خودش یعنی تو اتاق خواب وقتی دارید رابطه جنسی برقرار میکنید استفاده کنید. دوم حرف سکس و سوپر رو حرفای سکس و بی‌ادبی رو حتما با حس و حال به کار ببر. یعنی آنچنان این حرفا باید بر زبان تو جاری بشه شوهرت احساس کنه انقدر داری کیف میکنی لذت میبری انقدر از خود بی خود شدی که اصلا ناخودآگاه این کلام داره بر زبانت جاری میشه. خودت نمیخوای ها اما ناخودآگاه این کلام داره بر زبانت جاری میشه. اونجایی که شوهرت لذت میبره. یه خانم اومد گفت من خانم من دیشب داشتم با شوهرم رابطه جنسی برقرار میکردم یاد شما افتادم که گفته بودی حرفای سکس بزن به شوهر. گفتم که خب حالا بذار تمرین کنم. شروع کردم به شوهرم اولش گفتم من اصلا حوصله رابطه جنسی ندارم اما اون اصرار داشت. من گفتم خب پس تو کارتو بکن. منم همیشه به دردی بار داشتم نگاه میکردم.
همینجور در دیوار نگاه میکردم، یک دفعه یاد شما افتادم. گفتم الحمدلله دوستان چه جاهایی هم ما رو یاد میکنن. بعد گفتش که گفتم خب حالا یکی از اون حرفای سکس رو بزنم ببینم چه تأثیری داره. همینجور که شوهرم داشت کارشو انجام میده دیده گفتم فلان، نگاه دیدم شوهرم واسطا که تکون نخورد. یکم این برنامه کردم اون برنامه کردم، به من نگاه کردش، خیالات توهم چیه. دوباره ادامه داشت اوج میگرفت. دوباره گفتم یه بار دیگه بگم نم چجوری میشه. دوباره گفتم فلان، چون باشم تو چه مرگته میشم این حرفا رو میزنی. ببین واقع مطلب باید گفتم عزیز من حرف باید سوال باشه، نه تو داشت در دیوار نگاه میکردی یک کلمه از زمان سعیده شاید هم با خودش گفت این مشکل پیدا کرده، اگه نه تو نباید همچی کلام بر زبان سوالیم شد. پس دقت داشته یه مسئله دیگه هم که خیلی دقت کنید، مردا از آه و ناله کردن شما خوششون میاد. فکر نکنید اگه من آه و ناله کنم شوهرم میگه وای گناه داره دیگه کارش نداشته باشم دردش اومد خانومم. نه، بر اساس تحقیقات به دلیل اینکه مرد در زمان رابطه جنسی هورمونایی که در بدنش ترشح میشه بار و خشونت رو به دنبال داره، وقتی که مرد رابطه جنسی برقرار میکنه خشن میشه ناخودآگاه. شما میبینید دیگه مثلا شوهر شما اینجا باز میگیره، دندون میکنه، مو میکشه، حرف میزنه، مثلا یکی میزنه تو گوشت مثلا، چه میدونم کار عجیب غریبی. بعد این کاملا طبیعیه. چرا؟ چون هورمونایی که ترشح میشه همون بار خشونت رو داره. رو همین حساب هر چقدر شما آه و ناله بیشتر میکنه شاید بیشتر لذت میبره. اصلا یکی از دلایلی که مردم سکس آنال، یعنی همون سکس مقعدی رو دوست دارن، اینه که خانم‌ها به دلیل فشاری که براشون وارد میشه و دردی که میکشن پرهیاهو میشن، پر سر و صدا میشن، مرد لذتش بیشتر میشه. پس از این قاعده هم استفاده کنم تو سکس واژینال حتما آه و ناله کنم، سر و صدا کنم. آه و ناله شما باعث میشه همسرتون لذت بیشتری ببره. و مسئله آخر اینکه تو رابطه جنسی خواهشاً دنبال جملات و کلمات و سوالها و پرسش‌های طولانی نباشید. حتما کلامتون کوتاه باشه. یعنی سوالی که می‌خوای از همسرت بپرسی در حد 1 یا 2 کلمه باشه، اصلا طولانی نباشه. مثلا به شوهرت میگی منو دوست داری؟ شوهرت همینجور که داره کارش انجام میده هو میتونه همینجور جواب بده، درسته؟ اما مثلا اگه به شوهرت بگی خواستم ببینم اگر که من مردم تو میری یه زن دیگه میگیری؟ یعنی جواب فلسفی طولانی باید بده دیگه. بعد اون خودش میگه حالا تو بمیر بذار ما حالمون رو بکنیم، تو بمیر بعد من فکر خودم میکنم. پس دقت داشته باش، حتما کلامت کوتاه و در حد 1 کلمه جواب باشه تا تأثیره. چون مردا نمیتونن همزمان 2 تا قسمت نیمکره مغزشون رو با هم فعال کنن. خانم‌ها هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. حتما دقت داشته باش سوال و جواب‌های طولانی یا کلامی که خیلی طولانی باشه در رابطه جنسی استفاده نکن. خب ببین مرد تحریک میشه با بینایی، شنوایی. فقط یه چیز دیگه بگم. یکی از مشاوره هایی که اومده بود برای من، دختر خانم دبیرستانی بودش، جالب بود. گفتش که خانم من از پشت تلفن دوست پسرم رو تحریک میکنم به مرحله اوزات میرسونم. از پشت تلفن با کلامش. ببین چقدر هنر داره، چقدر مهارت داره. بعد خانوما میان بعضی میشه من میگم خانم من 2 ماه نتونستم شوهرمو تحریک کنم. میگم بابا تو شوهر کنارته، هزار یک بلا میتونه سرش بیاری. اون دختر خانم از پشت تلفن تحریک کنه به مرحله اوقات میرسونه، تو نتونستی هیچ کاری بکنی. پس دقت داشته باشید، بسیار بسیار مهم هستش کلام ما. مرد تحریک میشود از طریق بویایی. خانم من بوی شما بسیار در مرد تاثیر داره. ببین تو سیرمون داریم وقتی حضرت رسول حضرت علی رو به عهد حضرت زهرا رو به عهد حضرت علی علیه السلام در آوردن، اولین کاری که کردن یه مقدار از مهر حضرت زهرا رو برداشتن، مهری حضرت زهرا رو گفتن برید بر حضرت زهرا چی تهیه کنید؟ عطر تهیه کنید. یعنی چی؟ دارن به ما الگو میدن. آی خانم مسلمون که دم از این میزنی الگوت حضرت زهرا، باید همیشه برای شوهرت خوشبو باشی. چقدر قاعده استفاده میکنی؟ من مورد مشاوره‌ای داشتم، خانمه میگفتش وقتی که من داشتم از همسرم جدا میشدم، شوهرم به من گفتش کاش که 1 بار که من با تو رابطه جنسی برقرار میکردم بوی جهان تو انقدر من آزرده نمیکرد. ببینید مطرح نمیکرده ها، تو 2 سال زندگی اصلا مطرح نکرده که بوی دهان تو منو داره اذیت میکنه، اما زجر میکشید از این. پس همیشه برای شوهرت خوشبو باش. ببین ما میگیم خانم عطرهای متنوع،
نرید یک عطر بگیرید 2 سال اون استفاده کنید. یک عطرهای متنوع. 2 مطابق ذوق و سلیقه همسرت. اگه سرد میپسنده سرد، اگه گرم میپسنده گرم. همیشه خودت رو عادت بدی یه عطر اصولون رو دراوت داشته باشی. میخوای بری تو اتاق خواب، چه میخوای رابطه برقرار کنی چه نمیخوای رابطه برقرار کنی، خودت رو خوشبو کن. بذار عطر بر چیه؟ عطر بر اینه که خانوم بره قبلش دوش بگیره. بعضی از خانوما میان پیش من میگن شوهر ما بوی عطر اصولون دوست نداره. میگم خدا خیرت بده، قبل از رابطه جنسی برو دوش بگیر. بذار بوی طبیعی باشه. اگه دوست نداره بوی عطر کنون رو بوی طبیعی. بوی طبیعی بوی نیستش که من و شما زیر این چادر و مانتو و مقنعه و اینها بوی بدنمون هست، بوی عرقمون. بوی طبیعی همون بوی هستش که بعد از دوش ما میتونیم داشته باشه، بدن ما داره. و یه مسئله جالب بهتون بگم که باز از نظر علمی ثابت شده، دوش گرفتن خانم قبل از رابطه جنسی باعث میشه میل جنسی خودش افزایش پیدا کنه. مرد لذتش خوب بیشتر میشه اما میل جنسی خود خانم افزایش پیدا میکنه. خب باز از این قاعده استفاده کن، هم برای که خودت اکتیوتر بشی، خودت فعالتر بشی، هم که همسرت بیشتر لذت ببره. اصلا آروماتراپی یعنی رایحه درمانی یه چیزی هستش که باعث میشه میل جنسی رو افزایش بده. اصلا ما حمام آروماتیک داریم، بخوام ما توصیه میکنیم خانم مثلا 4 قطره اسانس گل سرخ رو با 2 قطره اسانس بهار نارنج بذاری یه 3-4 دقیقه بدوشه. تو آب جوش بریز، بذاری 3-4 دقیقه بدوشه. وقتی سرد شد برو حمام دوش بگیر، بعد خواستی بیای بیرون این آب رو بدنت بپاش. خب این باعث میشه تا حمام بعدی شما یه بوی خیلی خیلی خوبی رو داشته باشی. یک و بعد همسرت هر وقت شما رو بو می‌کنه تحریک بشه، لذت ببر. از این فائده ها استفاده کنید. ببینید حتما شنیدید میگن اگر خانومی عطر فلان به خودش بزنه بره بیرون از خونه، بوی عطر فلان اون رو مرد نامحرم استشمام بکنه و برگشت خونه باید بره مستحبه بره غسل جنابت بکنه. بکردید برای چه همچه قاعده‌ای گذاشتن؟ چون بوی عطر فلان شما رو که مرد نامحرم استشمام میکنه تحریک میشه. پس بیان از این قاعده استفاده کنم برای شوهرم خوشبو باشم همیشه. بذار ذهن شوهر در مورد شما یه خانم خوشبو باشه، چه از نظر دهانی چه از نظر بوی بدن. همیشه خوشبو باش خانم من. این قاعده همیشه در نظر داشته باش. خب من تحریک میشود از طریق بینایی، بویایی، شنوایی و گام آخر از طریق لامسه، از طریق لمس کردن، نوازش کردن. بذارید بحثم تموم بشه. ماساژ دادن ها مرد تحریک میشه. میخوام از بالا نقاط تحریک رو بگم، نقاط تحریک مردا رو. ببین نوازش موهای مرد باعث میشه مرد آرامش پیدا کنه. اینکه شما با موهای مردت بازی میکنی، دستتو میکنی توی موهاش، تو زلفاش بالا پایین میکنی، این باعث میشه مرد آرامش پیدا کنه. خانمایی که شوهرشون کچله اصلا ناراحت نباشن، اون خانم ها هم با مالیدن دستشون پوست کچل همسرشون همچین حسی رو میتونن به شوهرشون القا کنن. دیگه چی؟ بیایید پایین. بوسه جایگاه بسیار خاصی در عشق و عشق ورزی ما از قدیم الایام داشته. میدونید که اصلا رابطه جنسی ما از دهان شروع میشه، یعنی اول با لب هستش و بعد هم بوسه ها شروع میشه و بعد هم ادامه دار میشه. همیشه دقت داشته باش مرد از بوسه های مستمر ممتد، لب به لب، کام در کام کردن، زبان در زبان گذاشتن لذت بره. اینکه خانوم با زبانش دور تا دور سیبیلای مرد رو لیس بزنه، مرد خوشش میاد از این قاعده. چراشون اینجوری شد، دقیقه چراشون در هم کشیده شد. جای جای خوبیه که دارید لیس میزنید، جای بعدش هم کشیده میشه. بعد دیگه چی؟ دیگه لاله های گوش، لاله گوش مرد. من بعضی از مردا با لاله گوششون تحریک میشن خانم من. اینکه لاله گوش مرد باش بازی کنی بمکی، بعضی از مردها تحریک زایی داره. بعضی از مردها تحریک میشن با توک سینه هاشون. اینکه ما میگیم توک سینه رو برای خانم ها مطرح میکنیم، اما جالبه که بدونید خیلی از مردها با توک سینه تحریک میشن، مکیدن توک سینه. بعضی از مردها تحریک میشن با گردن، اینکه با گردنش بازی کنی، نوازش بدی یا گاز بگیری گردنش. البته نه اینکه گاز بگیری اما اوقات خالی بکنی سرشون بعد فردا اینو قرمز بکنی بعد خود سرویس نتونه بره محل کارش. نه، فقط یه القای کوچیک درد و همین کفایت میکنه. بعضی از مردها تحریک میشن با ستون فقراتشون، اینکه ستون فقرات مرد رو آهسته آهسته با دستت نوازش بدی، پشتشون.
با دستت اینطوری آهسته آهسته نوازش دادن. این بیشتر جنبه آرامش بخشی برای مرد داره. مرد رو بهش آرامش میده. یه خانمی گفتش که خانم من یک شب خودم آماده کردم یه رابطه جنسی خیلی ایدئال با همسرم داشته باشیم. گفتم بذار یکم اول ستون فقراتشو براش مالش بدم. همیشه که داشتم ماساژ میدادم میبایدم صدای خور و پف شوهرم بلند شه. گفتم آره طبیعیه به خاطر اینکه آرامش بخش برای من. یه خانم دیگه هم گفت خانم چی بود به ما یاد دادی ما رو بدبخت کردی. گفتم چرا؟ گفت هر شب شوهرم میگه خانم ستون فقراتم. هر شب آدم ستون فقرات آقا رو ماساژ بدم. ببین این هم یکی از قواعد هستش. دیگه چی؟ دیگه خیلی از مردها تحریک میشن با کمرشون، یعنی ماساژ کمر. بعضی از مردها تحریک میشن با ماساژ باسن. بعضی از مردها تحریک میشن با ماساژ اسفنکترهای مقعد، یعنی اینکه ماساژ بده اسفنکترهای مقعدشون. بعضی از مردها تحریک میشن با کشاله‌های رانشون. چی شد؟ من که اول گفتم مرد تحریک شده خدایی هستن بعد دست بزنی تحریک کرد. نه این نکته داره. نکتهش اینه که هر مردی با یکی از اینا بیشترین تحریک میشه. شما یه خانم باید بفهمید کدوم نقطه در همسر بیشترین تحریک رو داره. امکان داره مثلا برای اون خانم که شاله های رانش همسرش بیشتر تحریک زایی برش داره، یه خانم دیگه مثلا باسر همسرش بیشترین تحریک زایی رو داره. شما یه خانم باید تشخیص بدید کدوم نقطه در همسر من بیشترین تحریک زایی رو داره. یه خانم بودش گفتش خانم میدونی نقطه تحریک شوهر من کجاست؟ گفتم نه به من چه؟ گفتش که نقطه تحریک شوهر من تو انگشت شستشه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی من باید انگشت شست تو برکم که تحریک بشه. هم مدلش. بعضی از مردم تحریک میشن با موهای سینه‌شون، یعنی میخوام بگم شما باید پیدا کنید. یه خانم بود گفتش من اگه موهای سینه همسرمو بلیسم مثلا تحریک میشه. ببین این دیگه نکته هستش که شما باید پیداش بکنید. و اما مهمترین جایی که برای من تحریک زایی رو داره کجاست؟ همون جای اصلیه، یعنی همون آلت تناسلی مرد، ماساژ آلت تناسلی. ببین برای ماساژ آلت تناسلی ما مدل‌های متنوعی داریم. کسی کار کرده تو این زمینه؟ ایوا تحصیل کرده میگه شما باید کار کرده باشید. ما حداقل 20 یه خانم اینجوری میکنیم زحمت میکشن برای ما مدل‌های مختلف ماساژ رو داریم برای آلت تناسلی مرد. حداقل 24-5 مدل ماساژ آلت تناسلی داریم که مثلا میگه مدل اینجوری میتونید اینجوری ماساژ بدید. این مدل ها خیلی راحت میتونید برید یاد بگیرید، در مواقع مختلف استفاده کنید. مثلا زمانی که پریودی، از اولی که شما پریود میشید تا آخر پریودی میدونید که دخول در واژینال خانم حرامه، این دخول در واژینال نباید داشته باشید. میتونید از این ماساژ ها استفاده کنید. در دوران عقل میتونید از این ماساژ ها استفاده بکنید. یعنی یکی از روش‌هاش من میتونه این باشه. پس میتونید از این ماساژ ها باید بیاشن. این ماساژ ها خیلی خودتون رو همون که گفتیم تنوع رو در رابطه جنسیتون ایجاد بکنید. ببین مثلا تو این ماساژ ها اینجوری مطرح میکنه، میگه کلاهک آلت تناسلی رو در جهت عقربه های ساعت، اون قسمت بیضه ها رو، البته فاصلهش خیلی زیاد شده، اون قسمت بیضه ها رو برخلاف عقربه های ساعت، یعنی اینجوری میشه. البته نه دیگه اینقدر اینجوری بپیچونی بعد بلش کنی دور خودش دور بزنه. مدل های مختلف رو مطرح میکنه. مثلا نمیدونم میگه باید کلاهک رو سمت پایین بکش، کلاهک رو اون قسمت بیضه ها به سمت بالا بکش. مدل های مختلفی که من توصیه‌ام اینه برای شما حتما برید مدل های مختلف ماساژ آلت تناسلی رو توی گوگل بزنید، سرچ کنید، مدلاشو درک. نه داره نگید اینترنت، چند بار برید از راه‌های مختلف برید میتونید پیدا کنید. مطمئن باشید این ماساژ ها رو بگی برای خودت پیرین داشته باش. دیگه به شوهرت میگی بخوابه، اینم میگیری دست دیگه شروع می‌کنی روش کار می‌کنی، ماساژش می‌کنی. واقعا میشه تاثیرگذار باشه، خصوصا رو قضیه‌ای که من خیلی تاکید دارم، بحث تنوعه که بسیاری از مشکلاتی که من الان دارم می‌بینم در زندگی ها، تو مشاوره هام دارم می‌بینم به دلیل بی‌تنوعی در زندگی و خصوصا این رابطه جنسی هست. خب ببین ما داشتیم فرآیند جنسی مرد رو گفتیم مرد باید اول تحریک بشه، گفتیم راه‌های تحریک رو مطرح کردیم. گام دوم گفتیم مرد باید چیکار بشه؟ تمایل پیدا کنه، میل رابطه جنسی رو پیدا میکنه. مرد وقتی که تحریک شد مرد احساس میکنه میل داره برای یک رابطه جنسی اکتیو. حالا تمایل، این که گفتیم تمایل پیدا کردن چیه؟ یعنی اینکه مرد
در آلت تناسلیش یه حالتی ایجاد میشه که در قبل نبود. مغز فرمان میده. خوب دقت کن. مغز خودی وجود داره به نام هیپوتالاموس، فرمان میده بعد از که شما شوهر رو تحریک کردید. خون به یک باره وارد حالت تناسلی میشه و شما میبینید در ظرف مدت خیلی کوتاهی، یعنی ظرف مدت 30 تا 90 ثانیه تا 30 ثانیه پیش تا 90 ثانیه پیش اصلا شوهر شما خیلی حالت عادی داشت، حالت تناسلیش در یه فاصله زمانی بسیار محدود که همون 30 تا 90 ثانیه حالت تناسلی همسر شما از اون حالت اولیش به حالت ثانویه در اومد، یه مدت زمان محدود. یعنی از این حالت اولیش که شل و ول و وارفته بود به اون حالت ثانویش که سفت و محکم و خط کشیده هستش در اومد. یه نکته که وجود داره این هستش که به این حالت میگیم نعوذ ایجاد شد. وقتی مرد نعوذ پیدا میکنه در حالت تناسلیش، حالت تناسلی اندازش در حالت نعوذ یافته 12 تا 18 سانتی متره. حالت تناسلی مرد در حالت نعوذ یافته. بازم شب نرید اندازه بگید فرد زنگ بزنید خانم اگه 11 سانتی باشه مشکل داره. در حالت نعوذ یافته بین 12 تا 18 سانته. هرچند ما آقایون داریم که تا 25 سانت هم پیش میرن، بله بسته به فیزیولوژی بدنشون. این حالت تناسلی مرد وقتی نعوذ پیدا کرد یک قطره یا 2 قطره آب ازش خارج میشود که بهش میگیم پیشاب یا آب عشق، آب ذوق، آب شهوت، آب شهوت، آب عشق، اسم مختلفی رو برش میذارن، اما اون چیزی که معروف هستش پیشاب هستش، آب مجی هم بهش میگن. این 1-2 قطره آبی که از مرد خارج میشه، خوب دقت کن، بیرنگه، بیبویه، شفاف هستش و نجسه یا نه؟ پاکه و مسئله مهم اینه که دارای اسپرمه اصلا و 13% احتمال بارداری داره. وای بعضی زدن تو سرش این چی کار کردن معلوم میشه پریشن. 13% احتمال بارداری رو داره این آب. دقت داشته باشید که خانمایی که مثلا میگن من نفهمیدم چجوری حامله شدم، از باد لحاف بود. نه عزیز من، باد لحاف نبود، همین 1-2 قطره آب ناقابلی که شما اصلا فکر نمی‌کردی که باعث حاملگی بشه، باعث حاملگی شما شد. پس دقت داشته باشید با توجه به اینکه درصد حاملگی داره حتما در مورد روش‌های کنترلش فکرش رو از قبل کرده باشید. خب مرد تحریک شد، گام اول تمایل پیدا کرد، گام دوم رسید به مرحله اورگاسم. اورگاسمی که ببین خانم من، مرد شروع میکنه به حرکات رفت و برگشتی. حرکات رفت و برگشتی شروع میکنه به طور نرمال 10 بار که حرکت رفت و برگشتی رو مرد انجام میده میرسه به مرحله‌ای که بهش میگیم اوج لذت جنسی یا مرحله اورگاسم. خب یعنی مرد نفسش تون میشه، ضربان قلبش افزایش پیدا میکنه، حتی تا 30 ضربه ما افزایش ضربان قلب رو داریم. فشار خونش بالا میره، با تمام وجود شروع میکنه به یک سری حرکاتی که بعضا حرکاتش هم خشن هست برای رسیدن به اون مرحله اورگاسم، اون مرحله اوج لذته. وقتی رسید به اون مرحله یک آبی از مرد خارج میشود که بهش میگیم مرد انزال داره. انزال یعنی چی؟ یعنی خروج منی، یعنی منی از مرد خارج می شود. منی چیه؟ یه آبی لزج که با سرعت جهش خیلی بالا بیرون میپره. میدونی سرعت جهش منی مرد چقدره؟ مرد دست کم نگیرید، ما اونه یه قدرت خارق العاده‌ای دارن که با قدرت 40 کیلومتر بر ثانیه بیرون میجهه این منی. این منی بله فرصتمون تمامه. این منی جهنده هستش. بعد یه مسئله که داریم در مورد منی، بعضی میگم بوی بدی داره. بوی بدی داره. اصل منی مرد بوی شکوفه خرمایی، اما بعضی میگم بوی وایتکس داره، بعضی میگم بوی مواد ضد عفونی کننده داره و غیره و غیره. اما بدانید که بوی منی مرد با نوع تغذیه‌اش در ارتباطه. یعنی اگر مرد تغذیه‌اش مناسب باشه، مثلا یه لیوان آب انار بدید شوهرتون بخوره، نوع منی مرد بوش بهتر میشه، قابل تحمل تر میشه. نه اینکه فکر کنید مثلا وقتی منی خارج میشه به به بوی عطر و نه، اما از اون حالتی که داره کمی بهتر میشه. یه مسئله دیگه که خیلی مهمه اینه که بعضی میگن منی برای پوست خاصیت داره.
واقعا مطلب اینه که معنی برای پوست صورت خاصیت داره به دلیل مواد قندی و پروتئینی که داره. اما ببین من نجسه به هر جایی مولده بشه نجاست رو به دنبال داره و باعث آلودگی میشه. فرضاً این همه ما تو بازار دوست که موندید که همین رو بگیرید بمالید به سر صورتتون. اما بعضی از دوستان میگن خانم این از تولید مصرف تولید میشه همونجا مصرفش میشه. بعضی میگن مقرون به صرف، بعضی میگن اقتصادیه، بعضی میگن حالا من کار ندارم به دلایلی که دوستان میارن، اما واقعا مطلب برای خاصیت داره فقط بحث نجاستشه. یه مسئله دیگه هم که متاسفانه کمی شایع شده این هست که حتی من سمت داشتم از دوستان تحصیل کردم اون که من با خوردن منی همسرم عادت کردم. خانم منی نجسه و خوردن نجاسات در اسلام حرام. اگر بلوتوثی هم شنیدید در این زمینه، چون من خودم شنیده بودم که گفتم منی برای بدن خاصیت داره، این رو به طور قطع و یقین بهتون میگم بدون هیچ شک و شبهه‌ای، نه تنها برای بدن خاصیت نداره بلکه پر از ضرر هستش و ضررهای غیر قابل جبرانی به بدن شما خواهد رسوند. پس اصلا به اون سمت نرید. پس ببین مرد تحریک شد، تمایل پیدا کرد به مرحله ارگازم، مثل گام آخرینه که رکود پیدا میکنه. رکود یعنی چی؟ یعنی دو تا حالت در مرد شما ایجاد میشه. یک، قطع نعوم، حالت تناسل مرد برمیگرده به حالت اولیه‌اش. دوم، خستگی و خواب آلودگی. همسر شما خستگی زیادی میکنه، مثلا خوابش میاد، دوست داره بگیره بخوابه. این حالت کاملا طبیعیه. چرا؟ چون خونی که رفته داخل حالت تناسلی دوباره بخواد برگرده سر جای اولش بدون اکسیژنه. تا وقتی اکسیژن برگرده به این خون مرد بی‌حاله، بی‌حوصله. این خانمایی که ناراحت میشن از دست شوهرشون میگن شوهر من تو قبلش با من بازی میکنه، نازمون میکشه، قربون صدقه‌ام میشه، وقتی کارش تمام میشه پشتشو میکنه میگیره میخوابه. این حالت کاملا طبیعیه، ناراحت نشید. دو تا مطلب چون فرصتمون تمام شده بگم سریع. ببین عزیز من، ما دو نوع سکس داریم، یعنی سه نوع سکس داریم. حالا من یک سکس واژینال داریم که در موردش صحبت کردیم و میدونید چی هستش. یک سکس اورال داریم. سکس اورال یعنی سکس دهانی. این که همسر شما میخواد تا حالت تناسلیش رو بخورید به مکی بلیت تا به مرحله ارگاسم برسه. از نظر شرعی اگه باعث نشه آب داخل دهان شما ریخته بشه و فرو داده بشه مشکلی نداره، اگه آب داخل دهان ریخته نشه. از نظر بهداشتی خانم من، با توجه به اینکه تقاضای مرد در این زمینه بسیار زیاده، یعنی خیلی از آقایون همچی چیزی رو از همسرشون میخوان، حتما قبلش به همسرتون بگید خودش رو شستشو بده یا دوش بگیره یا اینکه کاملا خودش رو قسمت حالت تناسلیش رو با آب و صابون کاملا بشوره. بعد دیگه شما فکرتون مثبت کنید، این از بدن میاد نمیتونم، نمیشه، بگو به به خودشو شسته، تمیزه، گوگولیه، من میتونم، میتونم. پس این ذهنتو کمی مثبت بکن. یک سکس دیگه هم داریم، سکس آنال سکس. آنال سکس چیه؟ یعنی سکس مقعدی. همسر شما میخواد آلت تناسلیش رو داخل مقعد شما بکنه. از نظر شرعی حکمش اینه یا خانم راضیه یا ناراضی. اگر خانم راضی باشد میگن مکروه. اگر خانم ناراضی باشه علما دو دسته شدن، یه عده گفتن حرامه، یه عده گفتن مکروه شدید. پس برگردید ببینید مرجع تقلیدتون که کدوم یک از بزرگواران هستن، بر اساس حکم مرجع تقلیدتون اگر ناراضی هستید، اگر گفتن حرام که نمیشه انجام داد، اگر گفتن که مکروه شدیده میشه انجام داد، اما خب کراهت شدیده. از نظر علمی برای خانم ها ضررهایی رو داره. بله الان دارم میگم، از نظر علمیش هم دارم میگم. از نظر علمی ما اصلا توصیه‌مون این نیست به این سمت بریم، یعنی میگیم انقدر تنوع ایجاد، انقدر مدل های مختلف رابطه واژینال داشته باشه که همسر به اون سمت نره، به خاطر که بواسیر میاره برای خانم، بینایی خانم رو کم میکنه، اسفنکترهای مقعد رو شل میکنه. وقتی اسفنکترها شل بشه بعد کم کم شما باد معده و گازهای معده راحت نمیتونی کنترل بکنی، بعد کم کم نمیتونی حتی مدفوعت رو کنترل بکنی. باعث این میشه که خانم یه سری عفونت‌های داخلی رو بگیره، به خاطر اینکه این ورود و خروج آلت تناسلی باعث میشه که یک سری مویدک‌هایی که در روده بزرگ هست پاره بشه. اینها که پاره میشن وقتی که مدفوع میخواد خارج بشه، اما هم عفونت‌ها رو به خودش جذب کنه. برای همین و همینطور که میفهمن امکان سرطان برای خانم وجود داره. برای همین ما توصیه‌مون به هیچ عنوان این نیست، اما شرطش چیه؟ شرطش اینه که خانم تنوع داشته باشه. همسر شما اومده میگه آقا خانم امشب میای با هم رابطه جنسی داشته باشیم، از رابطه مقعدی داشته باشیم، سکس آنال داشته باشیم. شما گفت آقا این شب برای یه مدل خیلی قشنگ تموم شد، یه مدل خیلی قشنگ رو کشف کردم تو سکس واژینال
بیا امشب این رابطه رو داشته باشیم، شوهر شما میاد سکس واژینال داشته باشه، کلا یادش میره که می‌خواسته سکس مقعدی داشته باشه. ببخشید به دلیل اینکه من خیلی خیلی عجله دارم به سوالاتتون نمیتونم جواب بدم، فقط ایمیلمو میدم در